سلام به همه دوستان عزیز، همراهان کانال تایم وحشت. خیلی ممنونم که گوش میکنید صدای منو. اولین داستانی که قول دادم امشب بهتون بگم، اولین داستان کانال داستان خودمه که برمیگرده به 11 سال پیش. اون موقع مجرد بودم من و نگهبان یه ساختمون بودم. ساختمون یه دونه پارکینگ داشت، 3 طبقه روش بود، میشد 4 طبقه در کل. چند وقتی بود من اونجا نگهبانی میکردم بدون هیچ چیزی، ترسی، نمیدونم صدایی، هیچی، تا اینکه یه شب یکی از دوستان من به من زنگ زد، گفت ولی جانم، گفت من یه دوست دختر دارم، جا ندارم، میتونم بیارم اونجا. یه کاری که نباید من میکردم، بدون اجازه صاحب ملک انجام دادم و من بهش گفتم مشکلی نداره بیا، فقط کسی تو رو نبینه. خلاصه این رفیق ما اومد اون شب و من تو همون اتاق نگهبانی بودم. اونا حالا رفتن طبقه بالای من، که توجه داشته باشید من چی میگم. طبقه بالای من پارکینگ بود، طبقه بالای پارکینگ من بودم که اونجا نگهبانی میکردم. بالای من اون همون طبقه‌ای که رفیقم رفته بود. خلاصه اینا کارشون تموم شد، ساعت 9 و اینا رفتن. گذشت و ما اون شب خوابیدیم و فردا بیدار شدم، کارگر اومدن کاراشونو کردن و رفتن. غروب شد و پاییز بود، البته اینم بگم پاییز بود. دیدم هم نشسته بودم تو اتاق که همون تو اون طبقه بودم، دیدم صدای تق توق از توی پارکینگ میاد. من فکر کردم خب باده دیگه، حتما اینا رو جا به جا میکنه. حالا من زیاد توجهی نکردم. گذشت چند شبی به همین منوال گذشت، تا اینکه یه شب شد و دیدم صدا از پارکینگ تموم شده و از توی طبقه دوم میاد، همون طبقه‌ای که رفیق من اونجا بود. هم شبا واد بابا تق توق میندازن، صدا میدن، میزنن به این ور اون ور. من میرفتم برق روشن میکردم، هیچ خبری نیست. خدایا این چیه؟ پس اصلا تو فکر این چیزا هم نبودم. 2 هفته اینجوری گذشت، منو خیلی اذیت کردن تا اینکه یه شب من توی همون طبقه دراز کشیده بودم و سمت راست من حدوداً 2 متر اون ورتر من ورودی بود، در ورودی بود که میومدی توی ساختمون، میومدی توی اون واحد. من دراز کشیده بودم، بازم میگم ساعت حدودای 9 شب بود. تو عالم رویای فکر خودم بودم که یهو دیدم از توی پله ها از طبقه دوم یکی انگاری داره میاد پایین، انگار پاشنه بلند پوشیده، تق 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 از تو پله ها میاد پایین. من اصلا تنها هم بودم، ترسیده بودم، نمیدونستم چی کار کنم. گفتم خدایا این کیه؟ من اصلا فکر چیزی نبودم و بیشتر دزد. گفتم نکنه دزد باشه. چشمو بستم، فقط چشم راستمو که سمت در بود من یه ذره باز گذاشتم، یعنی چیزی که معلوم نمیشه، متوجه میشید من چی میگم. یه ذره باز گذاشتم فقط ببینم این کیه داره میاد. منم ترسیده بودم، فقط خودمو زدم خواب. یه ذره چشممو باز گذاشتم، دیدم صدا اومد، تق 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 اومد از در ورودی اومد تو. اون موقع در نبودن، فقط چارچوبا گذاشته بودن، دری نبود، فقط چارچوب کار گذاشته بود. از چارچوب که اومد این ور دیدم یا خدا این کیه؟ یه دونه هیکل حدوداً
نمیدونم از 70 تا 80 حساب کنید. گنده، پشمالو، پر موی بلند، دستاشم پشتش گذاشته بود. من صورتی نمیدیدم، کلا سیاه بود، پر از مو بود، سیاه. من تا اینو دیدم به حدی گرخیدم، به حدی ترسیدم که اصلا نمیتونستم هیچ کاری بکنم. دیدم از بغلم رد شد، تق 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 رفت توی اتاق پشتی که اون پشت من بود. دیدم صدا قطع شد. یهو دیدم مثل فشنگ داره میاد سمت من. حس کردم واقعا انگار یکی بهم میگه داره میاد سمتت. فقط من بلند شدم گفتم بسم الله الرحمن الرحیم یا ابوالفضل. من بسم الله الرحمن الرحیم که گفتم صدا قطع شد. یهو دیدم از توی پلات رفت بالا، همون طبقه دوم. من دیگه نتونستم وایسم، فقط فرار کردم، لباسا رو پوشیدم و فرار رفتم خونه خودمون. قضیه رو گفتم به خانواده، بعد دیگه حالا باور نکردن و فردا صبحش صاحب ملک اومد. گفتم آقا قضیه چیه؟ من خیلی اذیت نگفتم چیزی، فقط گفتم خیلی دارن اذیت میکنن منو، سر و صدا و فلان. گفت تو رو هم اذیت میکنن مگه؟ گفتم آره. گفت آخه رفیقمون چند وقت پیش اینجا بود اذیتش میکردن. خود صاحب ملک هم میدونست اونجا چیزی داره. حالا من نمیدونم، از اون شب بود رفیق من اومد کاری که نباید میکرد و کرد، نمیدونم، ولی خیلی اذیتم کردن. شبا میشد که انگاری از همون طبقه دوم 10-15 نفر تپ میکوبیدن روی سقف، میومدن کفشا رو میکوبیدن رو زمین، میومدن بیل کو همه رو تکون میدادن، تق توق صدا. دیگه ما آخر نتونستیم وایسیم، گفتم آقا من میخوام برم، خدا حافظ. این تجربه من بود از دیدنشون، از اذیت کردنشون. آره خب شاید مقصرم من بودم، چون اون کاری که نباید میشد اونجا انجام شد، اونا بعدشون اومده بود، نمیدونم. خلاصه این بود اولین داستان کانال و اولین داستان ترسناک. حالا من خیلی صد چیزا سرم اومده، انشالله بعداً فرصت شد واسهتون میگم. خیلی خوشحال میشم بچه‌ها که شما هم داستاناتون رو واسه من بفرستید به کانال تلگرامی که بهتون میگم و با صدای خودتون توی کانال میذارم. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو گذاشتید. انشالله که همیشه سربلند و سرافراز و در پناه خدا باشید و هیچ وقت همچین چیزایی سرتون نیاد. خداحافظ. سلام.